الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين وحجته على الناس أجمعين، سيدنا وإمامنا وأسوتنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام علیکم برادران خیلی عزیز و خیلی گرامی. پیش از آنی که یک جای ما با شما دعا کنیم، میخواستم یک حدیثی را از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به گوش شما رسانم و بعدا ان شاء الله دعا میکنیم. ان الله تعالی اذا احب فلانا او اذا احب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء إن الله تبارك وتعالى يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوزع له القبول في الأرض. حبیب خدا میگوید پروردگار میفرماید که هر وقتایی که بنده را که من دوست دارم، شما تصور کنین وقتی که خدا بنده را دوست می‌دارد، هر وقتایی که بنده را که من دوست می‌دارم، یکی از ملائکه های مقرب درگاه خود که جبرائیل است او را فریاد میزنم و برای او خبر میدهم اینی احب فلانا، ای جبرائیل آگاه باش که من فلانی را دوست می‌دارم. پس تو هم وظیفت همین است که باید که این بنده را که من دوست می‌دارم تو نیز باید دوست داری. پس جبرائیل این انسان دوست می‌دارد. بعد از این جبرائیل در اهل آسمان که این روایت مسلم است، به اهل آسمان که این ملائکه ها هست فریاد میزند ای ملائکه هایی که عدد شما نامعلوم است، یقین دانین که پروردگار فلانی را دوست می‌دارد. وظیفه همه شما همین است که شما نیز این بنده را دوست دارین. پس اهل آسمان هم این بنده را دوست می‌دارد. بعد دوست داشتن پروردگار جبرائیل دوست می‌دارد، تمام ملائک دوست می‌دارد. ثم یوزع له القبول فی الارض. حبیب خدا گفتن پروردگار بعد اینکه اهل آسمان این بنده را دوست داشتند، باز محبت این بنده را در دل آدم‌های نیک و آدم‌های پاک دامن خداوند در روی زمینم نصیب می‌کند که حتی روی زمینم این بنده را دوست می‌دارند. خدا گر لطف سازد مهربانی، کند میشی تو را گرگان چپانی. حضرت مولوی میگوید اگر خدا با شرطی که تو را دوست دارد، یقین دان که این گوییم که گرگ که دشمن گاو است، دشمن گوسفند است، زمان خدا اگر تو را دوست دارد انا همین گرگ مال و گاو و گوسفند تو را پاسبانی میکند. شود ای بنده گر مولا به آزار، همه در هر دو عالم از تو بیزار. لیکن با شرطی که خدا اگر تو را بد دید، یقین دان که همه آن چیزی که خدا آفریده است همه اونها تو را بد میبینند. اگر الله شود از بنده راضی، با او یار است استقبال ماضی. لیکن با شرط خدا اگر کسی را که دوست داشت، هم زمان حاضرش هم زمان آیندهش همش حضرت گفتن نیک هستند. گذر از دشمنان
گردامنی دوست، بگیری مغز را فارغ شو از پوست. دعا میکنیم که خدای مهربان محبت ذات خودش را در دل همه ما بندگانش جایگیر بگرداند و خدای مهربانم آن عملهای ما را نصیب گرداند که به سبب انجام دادن این عملها